خوش اومدین به این ویدیو. امروز با هم دیگه در مورد یه موضوع خیلی مهمی صحبت بکنیم. اینقدر مهم که من شاید باورتون نشه همین 2 ساعت پیش من نکته ها رو سعی کردم زود براتون بنویسم. به خاطر همین الان این دفترچه‌م هم همراهمه که اگه یه جایشی یادم رفت زودتر بخوام بهتون بگم راحت باشم. خاطر همین الان دفترچه‌م پیشمه و ممکنه حالا هی یه نگاهی بکنم که بتونم نکته ها رو خیلی خوب بهتون سریع بگم. حالا این نکته چیه؟ این نکته این هستش که خیلی ازم میپرسیدین که ما هرچی سلفی میگیریم سلفیامون خوب در نمیاد، اون چیزی که میخوایم نمیشه، مثلا خوشمون نمیاد ازش. چیکار کنیم؟ بعد چه موضوعی رو رعایت کنیم؟ بعد چه سری نکاتی رو رعایت بکنیم و بهش توجه بکنیم که سلفی‌های خوبی بگیریم؟ خب نکته اول نورپردازی‌های عالی پیدا بکنید. یعنی نورپردازیتون نورپردازی عالی باشه. ما یا باید از نور طبیعی استفاده بکنیم یا مصنوعی. خب نورهای اگر توی خونه میخواین سلفی بگیرین، عکس بندازین، میتونید از لامپ‌هایی که حالا داخل اتاقتون هستش یا توی آشپزخونه یا توی پذیرایی هستش استفاده بکنید. لامپ‌هایی که خیلی پرقدرت هست، نورشون خیلی زیاد و خوب هستش. میتونید مثلا بالای صورتتون قرار بدین، یکی مثلا بیسته ازش کمک بخواید که براتون قرار بده اون مثلا بالای صورتتون تا بتونه قشنگ یه نور خوبی روی صورتتون قرار بگیره. یا نه این کار رو نمیخوام انجام بدم، میتونید از نورهای استادیو استفاده بکنید یا حتی اینم یا اول فصل بیرون چه خبره قبول یا از نورهای استادیو استفاده بکنید که نه اصلا نورهای استادیو میگیم مثلا نداریم و آشنا نیستیم، مثلا باید چیکار کنیم اگه اینا رو نداریم؟ خب اشکال نداره، شما میتونید توی اتاقتون، توی پذیرایی، توی آشپزخونه یه پنجره حتما داره خونتون دیگه، پنجرهایی که بزرگ هستن توی خونه هامون. الان همین این پنجره من بهترین پنجره هستش، پنجره تو اتاق من، میتونید استفاده بکنید. توی روز از پنجره نورها از پنجره اتاقتون یا آشپزخونه پذیرایی استفاده بکنید، خیلی نور خوبی هستش. یا نه اگر توی خونه نیستین میخواین مثلا بیرون از منزل عکاسی و سلفی داشته باشید و نور طبیعی مثل نور خورشید عکاسی بکنید و زاویه‌های مختلف عکس بگیرید که حالا نور خوب توی عکستون هستش، اون انتخاب بکنید اون زاویه رو که نور خوبی بهتون بده و عکستون رو قشنگ بکنه. این نکته اول. نکته بعدی از یه زاویه خوب عکس بگیر، بهترین زاویه رو انتخاب کن. خب مهمترین و اولین قانون توی سلفی اینه که شما باید وقتی که میخواین عکس بگیرین گوشی پایین قرار ندید گوشی رو. چرا؟ چون ممکنه دماغتون، بینیتون یا چونتون یا قبقب دارین بزرگتر دیده بشه و از حالت عادی خارج بشه و همینطور وسط هم قرار ندید مثلا به صورت آی لول. سعی کنید یه کمی بالا قرار بدین این گوشی رو و عکستون رو، سلفیتون رو بگیرید. یا از مونوپد استفاده بکنید اگر میبینید راحت نیستی یا دستتون خسته میشه، میتونید از مونوپد استفاده بکنید. و نکته بعدیش که این باید رعایت بکنید در مورد همین موضوع اینه که چونتون یه کمی پایین باشه، بالا قرار ندین. چونتون پایین باشه، گوشی رو هم که گفتم بالا قرار بدین و زاویه خوبتون رو توی ویدیو قبلی یادتونه گفتم زاویه خوبتون رو پیدا بکنید و همیشه با اون زاویه عکس بگیرید. الان زاویه خوب من این بره، پس گوشی بالا، چونه یک کمی پایین و عکسم یک کمی هم صورتمو زاویه دار قرار میدم و عکسمو چیک میگیرم. نکته بعدی که الان من رعایتش کردم داشتم عکس میگرفتم لبخند واقعی. من این سری عکس‌ها رو میبینم انگار به زور دارن لبخند میزنن یا اصلا لبخندشون مصنوعیه. همین این چیز ساده باعث میشه عکستون خوب در نیاد، اون چیزی که میخواین نشه. پس سعی کنید همیشه این لبخند رو داشته باشین و لبخند واقعی هم باشه. خیلی هم راحته این نکته. و نکته بعدی و موضوع بعدی که باید رعایت بکنید که بتونید سلفی خوب بگیرید، از ویژگی‌های دوربین تلفنتون استفاده بکنید.
توی تنظیمات تلفنتون برین، تنظیماتی که حالا توی دوربین میخواین عکس بگیرین، تنظیمات دوربین منظورم، از اونها استفاده بکنید. مثلا از حالت پورتره استفاده بکنید یا از حالت حرفه‌ای، مثلا ایزو، سرعت شاتر و اینا دست خودتون باشه، از اتوماتیک اوتو بردارین خودتون تنظیمش کنید، از فیلترهای رنگی استفاده بکنید که توی گوشیاتون هستش و کلی چیزای دیگه. از یه پس زمینه، نکته بعدی، از یه پس زمینه مناسب استفاده بکنید، از یه پس زمینه خوب، خوشگل، قشنگ، چون بخشی از عکس ما رو فقط بک‌گراند و پس زمینه پوشش میده دیگه، پس باید ما از یه زمینه مناسب استفاده بکنیم. نکته بعدی، شما میتونید اگر لنز جلوی دوربین گوشیتون بی کیفیته و لنزهای پشت گوشیتون با کیفیت تر از لنز جلوی دوربینتونه، بیاین از لنزهای پشت گوشی استفاده بکنید. چطوری؟ اینطوری ببینید، اینطوری عکس بگیرید، گوشی یکمی بالا، زاویه صورتم یکمی به صورتم زاویه بدم، لبخند واقعی، چونه یکمی پایین، عکسم رو بگیرم. منظورم اینطوریه. میتونی اگر لنزای پشت گوشی با کیفیت ترن از اونها استفاده بکنی. این کار هم میتونیم انجام بدیم. چه حرکتی ماهی انجام میده نمیدونم. بعد نکته بعدی که آخرین نکته هستش، سلفیتون رو هم میتونید ویرایش کنید. همینطور که حالا عکسای غیر سلفی میگیرین، همینجوری عادی میگیرین، ادیت میکنین با برنامه‌ای که توی گوشیتون هست مثل لایت روم، اسنپ سید، پیکسارت، میتونید حتی عکس سلفیتون رو هم ویرایش کنید. حالا یا منظورم کمی رنگ و لعاب بدین به عکس، کمی اگر نورش زیاده خب کمش کنید، اگه نورش کمه زیاد بکنید، اگه احتیاج به کنتراست داره کنتراستش بدین یا فیلتر رنگی روش بندازین. حتی میتونید صورت و چهرهتون هم اگر حالا احتیاج بود و دوست داشتین، مایل بودین، کمی ادیت بکنین. این هم از نکته آخر. اینم جوش محکم صدا دستم درد کرد. این هم از نکته آخر که بهتون گفتم. این نکته ها رو اگر بهش دقت کنین، توجه بکنین، سلفیاتون دیگه اون سلفیایی مثل قدیم نمیشه، سلفیای خوبی از آب در میاد. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودین. اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو بکنین، انجام بدین و نوتیفیکیشن زنگوله رو هم فعال بکنید. دیگه چیکار کنید؟ لایک هم یادتون نره. و اینکه خیلی ممنونم ازتون.